هموطنان عزیز، همه شما مردم شریف تاجیکستان و هموطنان برون مرزیمان را به افتخار فرارسی جشن سال نو اجدادیمان نوروز بین المللی و زیباترین فصل سال بهار صمیمانه تبریک میگویم. ماهیت و حکمت و طبیعت جشن نوروز همچون رمز بزرگداشت انسان، پیک پیروزی گرمی بر سردی و نور بر ظلمات، آیین بیداری طبیعت، احیای تمام موجودات عالم در طول هزار سالها با مردم ما چون عامل اتحاد و سرجمعی خدمت کرده است. این جشن فرخنده به قلب خرد و بزرگ جامعه امید و آرزوی زندگی، خوشحالی و سرور و روحیه همزیستی و آسایش بخشیده، مردم را به دوستی و صمیمیت و محبت و صداقت انسانی نسبت به همدیگر هدایت میکند. محض با همین سبب این پدیده اصیل طبیعی و فرهنگی هرگز کهنه نمیگردد و در همه دور و زمانها هم قدم و هم قسمت انسانیت باقی میماند. ما افتخار میکنیم که جشن نوروز محصول تفکر و اندیشه مردم آریای نژاد بوده، تاریخ بیش از 6000 ساله دارد. طی هزار سالها در حیات قوم‌های آریایی از جمله ما تاجیکان حادثه و تحولات زیاد به وقوع پیوستند که باعث ایجاد محدودیت‌ها برای برگزاری آیین و سنت‌ها و جشن‌های ملی ما به شمول نوروز گردیدند. ولی نوروز مثل زبان و فرهنگ ملی در تار و پود هستی نیاگان ما آنقدر مستحکم جای گرفته بود و مقام و جایگاه آن در میان مردم ما چنان بلند بود که هیچ یک مانع و قوه آن را نتوانست از بین برد. زیرا نوروز ماهیتاً جشن مردمی و آیینی صرف طبیعی می باشد. می خواهم تأکید نمایم که دلیل اساسی عمر طولانی داشتن نوروز رابطه مستقیم آن با طبیعت و انسان، پیوند آن با سنت و عنعنه‌ها و رسم و آیین‌های ملی می باشد. نوروز در اصل جشن زندگی ساز است. در ایام نوروز طبیعت احیا شده. محض با همین سبب در جان و روح انسان هم امید تازه به زندگی کردن و ایجاد نمودن و آباد کردن و زیبایی آفریدن دیگر باره زنده می گردد. زمین قبای سبز به بر می نماید. مرد دیخان با کارهای بهاری آغاز می کند. با امید و نیت به دست آوردن
حاصل فراوان و تأمین نمودن برکت دسترخوان مردم به زمین دانه می پاشد. تازه و آزاده کردن منزل زیست، از جمله خانه سفید کوری، با امید فیض و برکت و نور و روشنایی بیرون برآوردن شکست پاره ها و از گیاه و علف های بهاری آماده کردن هر گونه طعام های ملی از جمله عنعنه های می باشند که مردم ما آنها را از قدیم تا امروز رعایت می کنند. مقدس دانستن و احتیاط کردن طبیعت، پاککاری جویبار و چشمه ها و تازه نگاه داشتن دریا و آبانبارها برای مردم باستانی ما سنت دیرینه و بسیار مهم می باشد. باید گفت که در مسیر تاریخ طولانی خلقمان، نوروز عجم در برابر زبان تاجیکی بنیاد خودشناسی تاجیکان را تشکیل داده است. اگر زبان تاجیکی حامی آثار فراوان و جاودانه علمی و ادبی و حافظه تاریخی مردم ما باشد، جشن نوروز در برگیرنده و نگاه دارنده سنت های زنده خلق، رسم و آیین ها و فرهنگ ملی می باشد. از این رو ما باید به خاطر حفظ اصالت خود با این ارزش‌های بی‌بهای ملی امان همیشه ارج گذاریم و آنها را چون گوهرک چشم حفظ کنیم. برای این حالا تمام زمینه‌های ضروری مهیا می باشند. نعمت استقلال و آزادی و آرامی و ثبات جامعه جهت تحقیق و آموزش تاریخ پرغناوت ملتمان، سنت و عنعنه ها، رسم و آیین ها و تجلیل گسترده جشن های اصیل ملی سده و نوروز، تیرگان و مهرگان و احیا و عاموی گردانیدن آنها تمام زمینه و امکانیت ها را فراهم آورده است. با پیشنهاد تاجیکستان و دیگر دولت های حوزه تمدن نوروز سال 2010 در اساس قطعنامه مجمع عمومی سازمان ملل متحد این جشن باستانی مقام بین المللی کسب نمود. توسعه پیدا کردن فرهنگ نوروزی هم آوازی دولت های حوزه نوروز را به وجود آورده، راه برای مکالمه و گفتگوها و همکاری های سیاسی و اقتصادی، علمی و ادبی و فرهنگی و هنری هموار ساخت. خاطر نشان می نمایم که آیین های نوروزی سرچشمه بزرگ اخلاقی و تربیوی می باشند و اهل بشر را با تحملگرایی، بنیادکاری و سازندگی، یعنی آفریدن زیبایی و زیبایی پرستی هدایت می نمایند. در ایام نوروز و فصل بهار پوشیدن لباس های ملی ایدانه
تازه و آزاده کردن خانه و کاشانه، کوچه و خیابان، باغ و گلگشت و محل زیستی خود از آیین‌های زیبایی پرستی نیاگانمان منشأ می‌گیرد. ما باید این آیین و ارزش‌ها را همه روزه رعایت نماییم. محیط زیست یعنی کوچه و خیابان، دهه و محل زیست، شهر و ناحیه، اینچنین راه‌های کشورمان را همیشه تازه و آزاده نگاه داریم و سرزمین اجدادیمان را باز هم سرسبز و خرم و دلکش و خوشنما گردانیم. چون که این کارها نشان دهنده و بیانگر تمدن دیرینه ما همچون ملت آبادگر و سازنده می باشد. همچنین خاطر نشان می نمایم که در فرهنگ تاجیکان عملهای نیکی و نکوکاری و باطن و قلب پاک داشتن عنعنه دیرینه بوده. از شعار اجداد نیکناممان پندار نیک، گفتار نیک و رفتار نیک سرچشمه میگیرم. هموطنان عزیز، نوروز پیش از همه جشن مرد دهقان، دوام دهنده کار بابای آدم به حساب می رود و با ساحه کشاورزی رابطه مستقیم دارد. این است که مرد دهقان آمدن فصل بهار و جشن نوروز را بی‌صبرانه انتظاری می کشد. سالهای آخر با سبب مرکب و نارام گردیدن وضع سیاسی جهان، تغییریابی بی‌سابقه اقلیم و عاقبت‌های ناگوار آن، کم‌آبی و خشکسالی، اینچنین پنج شدن بیماری‌های سرایتی، تأمینات اهالی سیاره با آذوقه‌واری تا رفت مشکل گردیده ایستاده است. در کشور ما نیز کم‌آبی ادامه داشته. بارش برف و باران نسبت به سال گذشته 70% کم می باشد. طبق مشاهده و تحلیل ها، سال 2024 جامعه جهانی از نگاه تأمینات با مواد غذایی نسبت به سالهای گذشته با وضعیت باز هم مشکل و وزنین‌تر روبرو می‌گردد. امروز ساکنان بیش از 80 کشور دنیا از مشکلات قحطی و گرسنگی اذیت می‌کشند. بنابراین ما باید از تمام ذخیره و امکانیت‌های موجوده، طبیعت و اقلیم مساعد کشور و مخصوصاً آب و زمین، از جمله زمین‌های پرزیدنتی و نزد حولگی، عاقلانه و ثمرناک استفاده بریم. در شرایط کنونی ضرور است که با کشت تکراری گرفتن 3-4 حاصل از زمین‌های آبی، ذخیره 2 ساله مواد غذایی در هر یک عائله و رسیدن به یکی از هدف‌های استراتژی ملی‌مان، حفظ امنیت آذوقه‌واری، اعتبار اولین درجه داده شود. همچنین ما باید
با در نظر داشت شرایط زمانه عنعنه‌های نیک گذشتگان خود صرفه و سرشته‌کاری را رعایت نماییم. به زیاده روی و اسرافکاری راه ندهیم. به خاطر آباد و زیبا و سرسبز و خرم گردانیدن کشورمان تلاش نماییم. باور دارم که در سال نو اجدادی مردم سربلند مملکت به خاطر آبادی وطن، پیشرفت دولت و بهتر گردیدن شرایط زندگی هر یک عائله باز هم بیشتر کار میکنند و زحمت میکشند. بار دیگر همه شما هموطنان عزیز، همدیاران برون مرزی و مردمان حوزه تمدن نوروز را با فرارسی فصل بهار و جشن نوروز بین المللی صمیمانه تبریک گفته و خاندان هر یک فرد مملکت تندرستی، زندگی با سعادت و به مردم سیاره صلح و آرامی آرزو می نمایم. جشن نوروز بین المللی سال نو اجدادی مبارک هموطنان عزیز.